سلام دوستان، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطور ویدیوهای یوتیوب رو توی کانالتون بازنشر کنید و ازشون کسب درآمد داشته باشید بدون کپی خوردن. برای این کار وارد یوتیوب میشید و هر موضوعی که خواستید ازش ویدیو تو کانالتون آپلود کنید و اینجا وارد میکنید. مثلا اگر خواستید ویدیوهای گیمینگ بذارید تو کانالتون، ویدیوهای گیم رو سرچ میکنید. اگر ویدیوهای آموزشی خواستید بذارید تو کانالتون، ویدیوهای آموزشی و غیره. برای مثال من تو کادر جستجو تایپ میکنم گیمینگ تا ویدیوهای گیمینگ برامون بیاره. خب وقتی وارد این صفحه شدید کافیه که روی این گزینه که نوشته فیلتر کلیک بکنید. توی قسمت ویژگی ها کریتیو کامونز رو روش کلیک میکنید. خب اینجا برای شما ویدیوهایی رو میاره که قابل بازنشر شدنن، یعنی شما میتونید توی کانال خودتون بازنشرشون کنید بدون کپی خوردن و ازشون درآمد کسب بکنید. خب برای مثال من روی یکی از ویدیوها کلیک میکنم. خب برای اینکه شما بتونید این ویدیو رو توی کانالتون استفاده بکنید و ازش درآمد داشته باشید و کپی هم نخوره، باید حتما توضیحات ویدیو رو تو این قسمت زیر ویدیو که تو کانالتون آپلود کردید کپی پیست بکنید و توضیحات رو زیرش قرار بدید. الان من تو قسمت توضیحات روی بیشتر ببینید کلیک میکنم. شما کل این توضیحات رو باید زیر ویدیو توی کانالتون قرار بدید اگر خواستید ویدیو رو توی کانالتون آپلود کنید و کپی نخوره. از سطر اول توضیحات تا آخرین سطر رو شما باید کپی بکنید و عین همینو توی کانالتون زیر ویدیویی که دانلود کردید قرار بدید. شما میتونید توضیحات خودتون هم اضافه بکنید، ولی حتما این توضیحات رو باید زیر ویدیو تو کانالتون قرار بدید. هر ویدیویی که میخواد باشه توضیحات زیرش رو کامل باید تا آخرین سطر توضیحاتش رو زیر ویدیو تو کانالتون قرار بدید. همونطور که اینجا میبینید اینجا نوشته مجوز، جلوش اگر دقت بکنید نوشته استفاده مجدد مجاز است، یعنی شما میتونید این ویدیو رو توی کانالتون آپلود بکنید و ازش درآمد داشته باشید و کپی هم نخوره. فقط تنها شرطی که داره توضیحات ویدیو رو کامل باید زیر ویدیو تو کانالتون قرار بدید حتما. خب برمیگردیم به صفحه قبل. همونطور که دیدید شما به سادگی میتونید ویدیوهای یوتیوب رو بازنشر بکنید توی کانالتون و ازشون درآمد کسب بکنید بدون کپی خوردن. فقط تنها شرطش اینه که توضیحات زیر ویدیو رو باید حتما زیر ویدیو توی کانالتون قرار بدید تا ویدیو کپی نخوره. شما تو هر موضوعی که دوست دارید ویدیوهاشو اینجا سرچ بکنید و توی کانالتون آپلود بکنید و ازش کسب درآمد بکنید و کپی هم نخورن ویدیوها. فقط نکته‌ای که میمونه حتما هر موضوعی که اینجا سرچ کردید اول روی دکمه فیلتر کلیک میکنید و روی کریتیو کامونز کلیک بکنید تا ویدیوهای قابل بازنشر رو براتون بیاره. همینجوری جستجو نکنید هر ویدیویی رو دیدید بذارید توی کانالتون. حتما این کار رو انجام بدید تا ویدیوهایی که قابلیت بازنشر مجدد دارن رو براتون بیاره. الان من وقتی روی فیلتر کلیک کردم و روی کریتیو کامونز کلیک کردم ویدیوهایی رو برای من آورد که قابلیت بازنشر شدن دارن و هیچ نگرانی شما از این بابت نداشته باشید که ویدیوها کپی بخوره. و همونطور که میبینید بیاید پایین کلی ویدیوهای گیمینگ هستش اینجا طبق موضوعی که من جستجو کردم. شما هر ویدیویی با هر موضوعی میتونید اینجا جستجو بکنید، هر موضوعی که دوست داشتید و ویدیوها رو همونطور که بهتون آموزش دادم بازنشر بکنید توی کانالتون و ازش درآمد داشته باشید. دوستان شما میتونید اسم ویدیوهایی هم که توی کانالتون بازنشر میکنید و تغییر بدید، مشکلی نداره. فقط دقت بکنید که توضیحات هر ویدیویی که بازنشر میکنید و باید زیر ویدیویی که بازنشر میکنین حتما اضافه بکنید.
امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال منو دنبال کنید.